چشم ساران چشم ساری یافتند، آبشاران آبشاری یافتند. کوها بر خیرمنی خورشیدها، تخت داری تاج داری، تخت داری تاج داری یافتند. این محبت این سعادت زنده باد، صبح استقلال ملت زنده باد. این محبت این سعادت زنده باد، زنده باد، زنده باد. صبح استقلال ملت زنده باد، صبح استقلال ملت زنده باد، زنده باد. تا جایی که ما میدانیم بیشتری سرودهای شما موضوعهای وطن دوستانه را در بر میگیرند. این محبت از کجا سرچشمه میگیرد؟ در وصف یعنی وطن سراییدن از تلاش و زحمت‌های شبانه روزی سرور دولتمان، آبادی و پیشروی‌های کشور عزیزمان و صلح و آبادی که امروز مثلا ما را احاطه کرده است و حکمران است در کشور ما، خنده های کودکایی که مثلا امروز آزادانه نمر به سر میبرند، از دعای نیکی پدر و مادران، از همین چیزها اساسا الهام میگیریم. یعنی که عشق و محبت نسبت وطن باز هم جوش میزند و ما را وظیفه دار میکند که بسیارتر کشوری بهشت‌آسای خود را معرفی کنیم، وصف کنیم و به کل مردم تاجیک جهان نشان دهیم امروز که دولت ما، کشوری ما چقدر پیش رفته است، چقدر پیشرفته ایستاده است و امروز تمام شرایط هایی که جوابگوی طلبات جهانی است در کشور ما جاری کرده شده است و از ما تنها انعکاس کردن این پیشروی و با یک نیروی و الهام یک تازه بازم از پی ایجاد خود شدن سرودهای نو که مثلا به دل مردم ما جای میگیرد، آماده کردن است، پیشکش کردن است. البته این همه دستاورد، این همه موفقیت برای هنرمندان یک منبع الهام به حساب می رود. وقتی که ما میبینیم پایتخت کشور عزیزمان به شبهه در دوران سالهای صلح استقلالی باز هم با دستاوردهای نو، با دستاوردهای بزرگ نائل گردید، قبای خود را کاملا دیگرگون کرد و همین چیز باعث میگردد که هنرمندان سرودهای نو تازه ایجاد کرده باشند. چون در آغاز صحبت قید نمودید از محبت وطن، از مهر وطن سخن رفت، خوب میشد بدونیم که امیر روزیف در سال 2021 که مردم شریف تاجیکستان واقعا هم یک جشن بزرگ را استقبال میگیرد، جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را، خوب میشد بدونیم که آمادگی ها با این جشن بزرگ ملی در کدام سطح قرار دارد، چی سرودهای نو تهیه کرده ایستاده برای این جشن بزرگ؟ 30 سالگی استقلال تاجیکستان باید در یک سطح عالی کسبی یعنی برگزار گردد که این یکی از نعمت‌های بی‌بهای ملت تاجیک به حساب می رود که ما نیز همچون یک شخصی مثلا فرهنگی یعنی صنعتکار از پی وظیفه‌های خود هستیم و از پی آماده کردن سرودهای نو به نو که در سطح عالی باید، در سطح کسبی باید آماده شوند. 2-3 ماه پیشتر والله آمادگی را آغاز کردیم که تا همون روزی جشن استقلال باید آماده شود. در تمام انسامبل ها، در تمام کارخانه تشکیلاتی و دولتی آمادگی ها چند وقت پیش علاقه آغاز کرده شده است. هم سرودهای نو، آهنگ های نو، برنامه‌های کنسرتی که در تمام گوشه کشور ما یعنی برگزار می‌گردد، این هم البته همش وظیفه ما است و ما از حاضر آمادگی را جدی یعنی دیده ایستاده‌ایم. همه روزه یعنی با کلی یعنی انسامبل دریا وقت معین رو یعنی که معین کردیم که محض برای آمادگی برای 30 سالگی استقلالیت باید مشق کنیم از به ایجاد کردن سرودهای نو، آهنگهای نو که ترنمگری دستاوردهای دوران صلح استقلالی باشد. تماشابینان عزتمند، همصحبت ما بودند هنرمند انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امیر روزیف با یک تنین سبز این لحظه خاطر ما و شما را شاد می‌گردانند. مرحمت صحنه از شماست.